نیستم تو رپ اجتماعی برای تعریف کنم داریم عجب اجتماعی که جنس زن اونجا حقیر است و یک سلسله قید و شرط ناقصیر است. اجتماعی که اسم زن از سیاه سر میبره من تعریف میکنم و گوش که قصه را. بعضی ها بر زن ارزش نمیده نمونش وانه و داستانی فرخونده در جامعه وجود داره مردانگی میزنن دم از مردانگی. آیا مردانگی فروش دختران مردانگی میشه باعث قتلشان. ز درد دختران میزنم فریاد و ناله چرا خودکشی کنه شکیل لای افضال چرا باید ازدواج کنه به اجبار چرا موارد پی هم شود تکرار. رئیس خانواده پدر درست است دیگه کم ظلم بکو پدر دیگه پس همسر دخترت هم داره حق زندگی شون ازشان نگی حق زندگی شون ازشان نگی. میگم از دوستانی ریزه گل پدرش فروخته بود شهر در بدل پول. ریزه گل بیچاره نداشت رضایت او رو فروخت به کسی که نداشت انسانیت. واقعا که شنیدنش درد داره تا 6 سال کشید بسیار درد داره. به رحمانه بریده شد دینی ریزه گل چرا باید زن کمک کنه تحمل. زن مادر است که پرورش داده ما را حتی مقامش پیش خدا ارزش داره. زن کی از زن امو مادر است زن کی از زن امو خواهر است زن کی از زن امو همسر است زن کی از زن امو دختر است. پس حقوقش کت ما یک برابر است و هم حق زندگی داره مثل دوست یا سر یا ضعیفه نیست دور از زن بگو با امیدی که رفت سر تاثیر کنه این فرهنگ بد هم تغییر کنه با امیدی که زن از زندگیش باشه خوش دیگه نداشت از دست بریدن بینی و گل با امیدی که مذکر عادل شوه واقعا مرد فامیل شوه واقعا مرد فامیل شوه.